سلام علیکم برادران. این نواری که میبینید اینجا پلیتکا میگویند، کفیل کلان غوث تخمینا 1.5 سانتی متر غوثیش و این گونه تخمینا 2.20 با 1.20 افتاده است و اون بلوگیش هم امروز نهم است. این یا چند روز پیشتر افتاده است. از پشت این دام خود امروز یک سه تا تخمینا اینطوری با زمین افتاده شکسته است. این روز میگویند خود همین روز ما شاهد بودم از این طور یک چند تا آهن افتاد، آهنایی که این دام را زیبا میگیرند. خواهش میکنم که چونین دام ها دیگر نسازین. هم دام های پیشتر که بوده است این گونه گل گلزار کردن نبودند. خواهش میکنم چنین گل گلزار نکنید و حیات خود را در خطر نگذارانید. اینا امروز کندند. در اون طرف دو آهنی که از تور ایستاده است، از اونجا از 19 آشنا با زمین افتاده بود. یا چند روز پیشتر یک دو کفیلی دیگری کلانی هم خیلی با زمین افتاد. قریب بود که آدم را جقیده بکشد. این را ماندند و اونجا را تعمیر کردند. انا اینجاش رو بینید چگونه شده است. آهن هوی شده ایستادند، هوی شده با زمین می افتادند. هم آهن است هم کفیل است. خواهش میکنم چنین دام ها نسازید.